در حال حاضر هنرمند معروفی مشهوری کشور اسفندیار غلاموف از کرونا ویروس سرایت یافته و در خانه‌اش تبابت می‌گیرد. هنرمند محبوب در صحبت تلفنی گفته است که حالا احوالش رو به بهبودی آورده است و طبیبان زود از احوالش خبر می‌گیرند. اسفندیار غلاموف 15 فوریه سال 1947 به دنیا آمده است. گذشتگانش در ولایت سیستان ایران می‌زیستند و پدرش حسن غلام تدریجاً به سیاست گروید و چون از اندیشه‌ها و غایه‌های کمونیستی پشتیبانی می‌کرد، قطار صدها روشنفکران کمونیست به اتحادیه شوروی آمد. از مسکو او را به تاجیکستان اعزام کردند. اسفندیار غلاموف ختم کرده گیتیس هنرمند تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی می باشد. نمایشنامه‌های بازی کرده او در تئاتر قطره در بحر، فالبینی افندی، اعتراض 17، امید الف‌های بیگانه و رحم زده. نقش‌های او در سینما با خوبی جدا می‌شویم، میدان نیرنگ، نقش پای دینازور به کجا می‌برد، درویشی لنگ، طلوع در گنگ و محاصره. دوستان عزیز، بیایید همه دست به دعا بکشیم و از خداوند برای این هنرمند محبوب و کلی بیمارانی که از کرونا ویروس و دردهای دیگر رنج میکشند طلب شفا کنیم.